الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، برادران اهل اسلام و خواهران که صحبت ما برادران را میشنوید، از درگاه خداوند خواهانی هستم که الله متعال همه ما و شما را در جاده اسلام مستحکم و استوار بگرداند. موضوعی که امروز پیشکش شما میکنیم، بنده تصمیم گرفتم در دوام همون صحبتی که دوام دعا بود اندک صحبت کنیم. ان خداوند رحمتش به ما و شما شامل شود. موضوع ما موضوع دعا بود. سبب دعا چگونه اجابت میشه، پیامبر چگونه ما را دستور داده است، معلم بشریت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در احادیث زیاد به ما و شما تذکر میدهد. الدعاء سلاح المؤمن، دعا اسلحه مؤمن است. باید همیشه مسلمان دعا را به خودش یک چیزی مهم، یک چیزی در کاری بگیره. و دیگر اینکه در این باره دوستای خدا بسیار صحبت ها کردگن در باب دعا. علل خصوص آغاز صحبت خدا از اون سر میکنم که انسان مسلمان پیش از اینکه دعا میکنه خوبتر بهترین ایه که طهارت کنه، بهترین وضو را بگیره، طهارت بگیره، بعدا رو به قبله ایستاده و دست برداشته، دست را نه از اون قدر بالای برداره که از کتیفا بلند شود و رو به قبله ایستاده دعا کنند. اولین آغاز دعای خودش به اسماء حسنات، به نام های پروردگار که چگونه الله متعال ما را تذکر داده است، خبر داده است، به اسم های پروردگار، به نام های پروردگار که الله متعال 99 نام دارد. بهترین نامش این الله هست. به الله متعال، به اسماء حسناش الله متعال دعا کند، فریاد کند و بعدا به صلوات و به درود به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم صلوات فرستادن و بعدا حاجت خودش بنده بیان کند. این طرز بهترین دعا برای بنده مؤمن است. و بعدا خبر میتیم که کدام وقتا، کدام مهلتایی است که انسان دعا کنه دعاش مستجاب میشه. یکی از وقتایی است که این روز جمعه است، بنده دعا کند به درگاه پروردگار متعال دعاش مستجاب میشود. روز جمعه در این اختلاف هست. بعضی میگن که در همون بعد نماز جمعه است، بعضی علمای اسلام میگن که پیش نماز عصر، بعد نماز عصر. بنده تصمیم گرفته است در همین باره میگم که همین روز جمعه کشید، وقتی وضو میگیره به نماز جمعه که میره، تا از نماز جمعه هم که اومده تا نماز عصر هم که ادا هم که کرده دعا کنه، ان شاء الله دعاتون مستجاب میشه. دیگر این که اجابت دعا است، این بین اذان و قامت است. در بین اذان و قامت هم دعا کنید. اما دعای اذان که میگه در دوامش صلوات بفرسته، از پروردگار خواهان رحمتش باشه، از عذابش دوری بجوی و هر مطلب داره خواهانش الله باش مناسب میگرداند. و دیگر این که سبب اجابت دعا، وقت اجابت دعا است، این نماز شب است. شب خیستن، شب هم خیزه برادران، چه در خانه باشه چه در غریبی باشه، اهل بیتون بخیزونه، فرزندا را خیزونده دعا کنید، ان شاء الله دعاتون مستجاب میکنه. حدیثی از در این باره اتان جبرئیل فقال یا محمد عیش ما شئت و انک میت که حدیث داریم. در آخرش میگه و علم ان شرف المؤمن قیام باللیل. در این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تعلیم حضرت جبرئیل که بهترین انسان کسی است که نماز شب داره. در همون نماز شب هم که دعا کرده، ان شاء الله خداوند دعات مستجاب میکنه برادران اهل اسلام. دیگر این که اجابت وقت دعا است، این بعدی میگه صلات 5 وقت است، نماز 5 وقت، دوباره کلی صلات. صحابه روایت میکنه که پیغمبر پرسیدم، میگفت که بعد نماز 5 وقت هر کس دعا کند اجابت دعا است. وقتی که نمازهای 5 وقته را میخونه، وقت داره سر و سیمه نیست، بشینه دعا کنه، ان شاء الله خداوند دعاتون مستجاب میکنه. و دیگر این که وقت اجابت دعا است، این که وقتی که هر چیزی که مثلا طلب باران میکنه، همه مردم بیرون کنه اجابت دعا کنه، که چگونه که در حدیث اومده از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میکردن که همه حیوانات ما از تشنگی و گرسنگی را چیکار کنند، مرده سن، طلب که از پروردگار که به ما باران بده، و همه مردم جمع میشدن با همراه پیغمبر دعا میکردن. به همین خاطر هر وقت که یگان مشقت یا مشکلاتی که بالا تو کومد، همه سر جمع بیسته. مقصد
مقصد این حدیث دولت به این میکنه که جماعت المسلمین جمع شه، به درگاه خدا دعا کنه، در جماعت ان که دعا مستجاب میشه. و دیگر یک چیز دیگه از این حدیث بیان کنیم که برادران هر وقت که باران طلب میکنه از پروردگار، رزق فراغ طلب میکنه، هر چیزی که طلب میکنه نیکیش طلب کنه، به خاطر که نظر کنه که پیامبر دعا میکرد میگفت یا الله مهربان همین بارانی که بر ما نصیب میکنه باران رحمت بده نه باران عذاب. باران داره هم رحمت داره هم عذاب. بارانی که آسته بباره هم از زراعت ها از اون آب میخوره و راحت میکنن. بارانی که به این اصطلاح امروزه بگیریم شاخنم بگیم، یک باران تیز باره که همه سیل شوه و همه خونه را بشوه بره، ایرا عذاب میگن. به این خاطر هر چیزی که الله این رزق هست، رزق حلال هست، رزق حرام، از الله طلب کنید که خدای مهربان به شما رزق حلال بده نه رزق حرام. یا بایرم طلب میکنه خدای مهربان بایم بگردون که غنیم بگردون، ثروتمندیم بگردون که مقصد چی باشم؟ سخاوتمند باشم، نه او ثروتمندی بخیل. یا عالمم که طلب کرده خدای مهربان عالمم بگردون، عالمم بگردون که با اخلاص با ایمان و خدمتگار دین، نه بزدل نه دستور بگین که خدمتگار دشمنای اسلام. هر چیزی که از الله طلب میکنه خواهان خیرش طلب کنه نه خواهان بچه. ان شاء الله که هر چیزی که خواهان خوبش طلب که کرده برکت دنیا و آخرت ان شاء الله نصیب ما و شما میگردد. به خاطر که خالد بن ولید گفت که یا رسول الله بسیار دعاهای بهترین میکنه که ما همه او را از خود کردن میتونیم. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت دعا که ای خالد رضی الله عنه هر چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یا الله از نیکی طلب میکند منم خواهانی هستم، و هر چیزی که از بدی طلب میکند جناب رسول الله صلی الله علیه و آله خدایا منم از اون بدی به سوی تو پناه میبرم. این بهترین دعا است که پیغمبر به ما و شما تعلیم داده. به همین خاطر همیشه دعا را دستی کم نگیرید، همیشه در حق همدیگر دعا کنیم ان شاء الله دنیا و آخرت.